چرا از وسط کار شروع شد؟ بذارم عقب. یه روز عادی بود، زیر یه دونه درخت سیب دراز کشیده بودم، یه هندونه خورد تو سرم. درخت سیب نمیدونم هندونه از کجا اومده بود، ولی خب این ایده اونجا تو ذهنم نزد. اومدم خونه، رفتم دستشویی، تو دستشویی این ایده به سرم زد. حالا این ایده ناب چیه؟ این یه دونه قایق توی ماینکرافته، توی دنیای ماینکرافت، ولی من میتونم این قایقو تو دنیای واقعی درست کنم و اگرم درست کردم میتونه رو آب شناور بمونه و منو سوار خودش کنه و بتونم حرکت کنم، میشکنه، غرق میشه. اینا رو تو این ویدیو میفهمید. در ضمن این ویدیو یه قسمت کوتاه از ویدیوی کاملیه که داخل یوتیوب آپلود شده و میتونید داخل چنل یوتیوب من اونو کامل ببینید. اول باید یه حساب کتاب حدودی بکنیم. خب این قایق نگاه کنین، اینا هر کدوم یه دونه پیکسلن. این پیکسلا باید ببینیم تو دنیای واقعی حدودا چند سانته. نمیخوام قایق خیلی کوچیک باشه یا خیلی بزرگ باشه. خیلی کوچیک باشه کوچیکه، خیلی بزرگ باشه هم بزرگه دیگه. جنس این قایقو قراره یونولیت بزنیم چون سبکه، هم راحت میشه برش داد و هم رو آب میمونه. حدودا این از 4 قسمت 5 قسمت درست شده. یه دونه این کف، یه دونه اینور، یه دونه اینور، یه دونه اینور، یه دونه اینور، 4 تا دورش و یه دونه کفش. 5 تیکه ما فوم میخوایم. ولی خب این بغلا 2 تا پیکسله، این کف 3 تا پیکسله. میبینین 3 تا